سلام، به پادکست باران خوش اومدین. من یک روانپزشکم و امروز توی این پادکست میخوام درباره یه چیزی صحبت کنم که از افسردگی پنهان‌تره، از اضطراب عمیق‌تره و از هر درد دیگه‌ای خاموش‌تر. امروز میخوام دستت رو بگیرم و با هم بریم جایی پشت صحنه ذهن. اونجایی که خیلی چیزها توش اتفاق میفته ولی کمتر کسی جرأت میکنه واردش بشه و به راحتی ازش صحبت کنه. نشخوارهای فکری یا اوورتینکینگ، داستانی که بیش از هر چیز دیگه‌ای آرامش انسان امروزی رو میدزده. فکرهایی که خاموش نمیشن، نگرانی‌هایی که تا صبح میچرخن و سوال‌هایی که جوابی ندارن اما ولکن هم نیستن. دلنگرانی‌هایی که انگار از جایی عمیق‌تر از منطق میان و رهایی ازشون ممکن نیست. اگه تو هم شبها وقتی میری روی تخت خوابت به جای یه خواب آروم احساس میکنی که یه داروغه با چماق بالای ذهنت نشسته و مکرر تکونت میده که اگه فردا خراب کنی چی؟ اگه اون حرفت اشتباه بود چی؟ اگه یه چیزی رو درست نفهمیده باشی چی؟ اگه فلان اتفاق بد برای عزیزانم بیفته چی؟ و فکرهای از این جنس. این پادکست دقیقاً برای توه. نه فقط برای اینکه بدونی این فکرها چیه و از کجا میان، بلکه برای اینکه یاد بگیری چطوری دوباره فرمون ذهن رو دستت بگیری. توی این پادکست قراره هم از نگاه روانکاوی و هم از نگاه علوم اعصاب و هم از تجربه‌های واقعی مراجعینی که من هر روز باهاشون روبرو میشم بشنوی و همینطور ابزارهایی بهت میدم که از همون روزهای اول نتیجهش رو کاملا توی زندگیت حس میکنی. و قطعاً قرار نیست که ذهن رو خاموش کنیم و این تقریباً محاله، اما قرار یاد بگیریم چطور با ذهنمون همکاری کنیم تا هر دو به آرامش برسیم. وقتی ذهن میچسبه به یک موضوع و اون رو مثل یک فیلم تکراری 100 بار عقب جلو میکنه، فرق مهمش با فکر کردن عادی اینه که فکرها نتیجه میده، اما نشخوارهای ذهنی فقط خستت میکنه. چرا ذهن روی این افکار گیر میکنه؟ چرا بعضی فکرها از در بیرون میرن و از پنجره برمیگردن؟ روانکاوی از زمان فروید تا الان روی این موضوع زیاد صحبت کرده. فروید میگه ذهن وقتی نمیتونه احساس واقعی رو بپذیره، اون رو تبدیل میکنه به فکر. مثلا خشم داریم اما نمیخوایم خشممون رو بپذیریم، تبدیلش میکنیم به نشخوار. یا از چیزی ترس داریم اما نمیخوایم قبولش کنیم، یا اینکه غم داریم ولی اجازه نداریم به هر دلیلی بابتش گریه کنیم. همونجا ذهن میره توی تحلیل و تحلیل و تحلیل و نشخوارهای ذهنی سنگین شکل میگیره. در واقع توی روانکاوی نشخوار ذهنی یک اتفاق ساده نیست، یک علامت اینکه چیزی در ناخودآگاه ما نیاز به توجه داره، ولی ما چون به احساس واقعیمون دسترسی نداریم و سالهاست که توی زیرزمین ذهن پنهانش کردیم، ذهن تبدیلش میکنه به فکر. مثلا من یک مراجع 37 ساله‌ای داشتم که به تازگی رئیس یک اداره‌ای شده بود و دائما فکر میکرد که نکنه با زیر دستانم رفتار بدی دارم. ذهنش تبدیل به صحنه محاکمه مکرر خودش شده بود، ولی بعد از چند جلسه فهمید پشت این فکرها سالها خشم و مقاومت درونی نسبت به یک پدر سختگیر بود. در واقع فکرها نماینده احساسی بودن که اون هرگز اجازه دیده شدنشون رو نداشت. این آدم فکر میکرد که اگر خشمی رو که نسبت به پدرش داره در خودش ببینه یا بهش اعتراف کنه، اون قانون مطلق احترام به والدین توی ذهنش زیر سوال میره. بنابراین سالها این خشم رو درونی کرده بود و نسبت به بقیه آدمها خشم رو تبدیل کرده بود به فکرهای وسواسی.
و با حساسیت به خرج دادن و محبت بیش از حد در بقیه روابط در واقع میخواست نقطه مقابل افکارش رو ببینه و جایی بایسته که از اون فکر واقعی فرار کرده باشه. یونگ میگفت بخش‌هایی از شخصیت ما، ترس‌ها، کمبودها، ناکامی‌ها همیشه در سایه میمونن و هرچی ما این سایه‌ها رو بیشتر نادیده بگیریم، بیشتر به شکل فکرهای تکراری یا همین نشخوارهای ذهنی لامصب به ما برمیگردن. نشخوار ذهنی گاهی صدای بخش‌هایی از توئه که داری بهشون پشت می‌کنی. من یک مراجع 30 ساله‌ای داشتم که همیشه فکر می‌کرد نکنه کافی نباشم، نکنه وظایفم رو در زندگی مشترک به خوبی انجام ندم، نکنه با نقص‌هایی که دارم همسرم منو رها کنه. اما در سایه دختر بچه‌ای نشسته بود که سالها از والدینش شنیده بود تو باید بهترین باشی، تو باید بی‌نقص و کامل باشی. لکان هم معتقد بود انسان چیزهایی رو با خودش تکرار میکنه که نتونسته بفهمه یا حل کنه. در واقع هر فکر تکراری یک زخم قدیمیه که هنوز بسته نشده. در کل روانکاوی میگه نشخوار ذهنی مشکل فکر کردنهای زیاد ما نیست، مشکل از احساس کردنهای کمه، جایی که احساسات دیده نشده یا جدیشون نگرفتیم. همون جاست که ذهنت برات فکر تولید میکنه. علم عصب شناسی روز دنیا هم میگه وقتی اضطراب بالا میره آمیگدال بیش فعال میشه و قشر جلوی پیشانی که مرکز تصمیم گیری های ماست ضعیف میشه. در واقع ذهن وارد حالت هشدار میشه و مغز فکر میکنه که با فکر کردن بیشتر میتونه خطر رو کنترل کنه، ولی این فقط شبیه اینه که آتیش رو بخوای با بنزین خاموش کنی. نشخوارهای ذهنی دقیقاً مثل این میمونن که ما گاز ماشین رو تا ته بگیریم در حالی که ترمز دستی کشیده است و خب نتیجهش قطعاً یه خستگی شناختی، خواب به هم ریخته، کاهش تمرکز، افسردگی، تشدید اضطراب‌ها و در نهایت افت کیفیت زندگی و روابطمونه. من یه مراجعی داشتم که همیشه میگفت من سر کار که میرم اصلا کار نمی کنم، فقط دارم فکر میکنم و این شبیه یک فلج ذهنیه. و حالا میرسیم به اون سوال اساسی و مهمترین بخش داستان که چه باید کرد. راه حل هایی هست که میتونه تا یه حد زیادی ما رو بشونه پشت فرمون زندگی و کنترل این افکار رو به دست ما بده، به جای اینکه اون ما رو با خودش بکشونه و به هر سمتی که دلش میخواد ببره، ما بتونیم تا حد زیادی کنترل رو در دست بگیریم و به جای اینکه بهش اجازه بدیم ما رو تا هر کجا که دلش میخواد به هر طرف که میخواد بکشونه، افسار و مهار این فکرهای بازیگوش رو به دست خودمون بگیریم. اولین و ساده ترین قدم رهایی برچسب گذاری فکریه. یعنی چی؟ یعنی وقتی فکری میاد به جای اینکه درگیرش بشی فقط یه اسم براش بگذار. این دقیقاً همون کاریه که توی CBT بهش میگیم تفکیک فکر از واقعیت. یعنی به جای اینکه مثلا بگی اگه فردا خراب کنم چی؟ بگی این یک فکر اضطرابیه که میخواد منو قانع کنه که ممکنه فردا خراب کنم، اما این یه فکر، نه بیشتر و نه کمتر. این کار ذهن ما رو از حالت گیر کردن به مشاهده گر بودن اون فکر میبره. این کار ذهنت رو از مرکز صحنه میکشه بیرون و جالبه که فقط با گفتن یک جمله که این یک فکر اضطرابیه، قدرت اون افکار حداقل 60% کمتر میشن. و اینجا همون جاییه که من همیشه تاکید میکنم آگاهی نه فقط جزئی از درمان که گاهی خودش عین درمانه. دومین قدم زمان بندی برای نگرانی هامونه.
یعنی 1 ساعت مشخص و همیشه ثابت، یه چیزی بین 8 تا 10 دقیقه فقط در همون زمان اجازه داری که بشینی، فکر کنی، نشخوار کنی و نگران باشی. و خب خیلی هاتون الان میگین مگه دست خودمونه؟ تو بقیه روز هم افکار حمله میکنن و نگرانی ها میاد سراغمون. یه راهکار جانبی اینه که دقیقاً همون لحظه هایی که غیر از ساعت مشخص افکار میاد سراغتون، روی یک کاغذ اون نگرانی رو یادداشت کنید و کنارش بنویسید برای ساعت نگرانی. اینجوری در واقع دارید عین یک کودک ذهن رو تربیت میکنید که اوکی عزیزم، من دارم میبینمت، دارم بهت توجه میکنم، اما درگیرت نمیشم، اما قرار نیست کاری که تو از من میخوای رو الان و این لحظه انجام بدم. و شک نکنید که این نوشتنها جواب میده، حتی اگر کوتاه و مختصر و ساده باشن. گاهی وقتها هم قطع چرخه فکر کردنها با یه حرکت کوچیک اتفاق میفته. در واقع وقتی مغز گیر میکنه باید یه بشکن بزنیم. 10 ثانیه نفس عمیق، 1 لیوان آب، عوض کردن اتاق و رفتن به جای دیگه، راه رفتن حتی در حد 20 قدم، لمس یک شیء سرد یا شستن دست و صورت میتونه معجزه کنه. این کار سیستم عصبی پاراسمپاتیک ما رو فعال میکنه و در واقع بدن به سرعت ذهن رو ریست میکنه. من یه مراجعه 24 ساله‌ای داشتم که اضطراب صبحگاهی شدید بود و افکار وسواسی و نشخوارهای صبح دست از سرش بر نمی داشت، اما فقط با دویدن، اونم در حد 2-3 دقیقه دور حیاط خونه، شدت نشخوارهای ذهنی صبحگاهیش واقعاً کم شد و بعد از مدتی مغز یاد گرفت که دیگه صبحها وقت نشخوار نیست. راهکار مؤثر و آسان بعدی مدیتیشن و مایندفولنس هست که من در همین کانال در اون خصوص پادکست کاملی دارم و توصیه میکنم که حتما اون رو بشنوید. اما اینجا اشاره‌ای بهش میکنم که قطعاً کمک کننده است. مایندفولنس لازم نیست یک نشستن 30 دقیقه‌ای در حالت مدیتیشن باشه. 90 ثانیه هم کافیه. 30 ثانیه تنفس عمیق، 30 ثانیه توجه به بدن و 30 ثانیه توجه به صداهای اطراف. این مدیتیشن کوتاه برای قبل خواب هم بسیار مؤثره. تنفس هایی که باعث شل کردن عضلات میشه و توجه رو از فکرها میبره به احساسات درونی بدن. از این راهکار ساده و شدنی اما معجزه‌آسا غافل نشید و از نتایجش در زندگی شگفت زده بشید. مغز ما با موسیقی هایی که سرعت ضرباهنگ پایین و آرامی دارن سر و سر ویژه‌ای داره و فعالیت آمیگدال با شنیدن این مدل موسیقی ها کمتر میشه و این یعنی خاموش شدن حالت هشدار. من همیشه به مراجعینم 2 نوع موسیقی رو پیشنهاد میکنم. یک نوعی از موسیقی که بهشون میگیم وایت نویز، در واقع صداهای یک نواخت و بدون فراز و فرود، مثل صدای یک باران یک نواخت، مثل صدای باد بین درختها، یا کمی عمیق‌تر و بم‌تر مثل صدای امواج دریا. برای آدم‌هایی که ذهنشون قبل از خواب شلوغ میشه فوق‌العاده آرام بخشن، ضرباهنگ خاصی ندارن ولی برای مغز خواب‌آور و آرام بخش محسوب میشن. یه نوع دیگه ای از موسیقی به اسم آمبینت پیانو در واقع یک سبک موسیقیه که در اون صدای پیانو به صورت خیلی آرام، احساسی و مینیمال استفاده میشه تا یک فضای شناور و مه‌آلودی در ذهن ایجاد کنه، ذهن رو درگیر نکنه، فکرها کند بشن و مغز وارد حالت نیمه هوشیار و آرام خودش بشه. و من مراجعی داشتم که هر شب به خاطر هجوم این افکار بسیار دیر به خواب میرفت و با کابوس هم از خواب میپرید. فقط با اضافه کردن 10 دقیقه موسیقی از جنس یک پیانو ملایم قبل از خواب، خوابش واقعاً بهتر شد.
نوشتن لیست نگرانی ها، لیست کارهای فردا و چیزهایی که کنترلشون دست تو نیست هم برای اوورتینکینگ های شبانه واقعا مفیده. میتونه جمله پایان دهنده هر روز ما رو معنای بهتری بده که امروز هم تمام شد و فردا دوباره با حال خوب شروع میکنم. یکی از طلایی ترین سوالاتی که قتل عام کننده نشخوارهای ذهنیم هست اینه: وقتی فکر تکراری میاد سراغت فقط یک سوال بپرس: این فکر الان مشکلی از من حل میکنه یا نه؟ داره فقط منو میترسونه و مشکلی رو که نیست در ذهن من بزرگتر میکنه یا واقعاً چیزی رو داره حل و فصل میکنه؟ و 90% مواقع جوابینه: این فکر فقط داره مشکل میسازه، فقط داره منو میترسونه. اینجاست که کنترل ذهن برمیگرده به خودت و میتونی جلوش وایسی. من همیشه به مراجعینم میگم افکار وسواسی عین لات سر کوچن. اگر ازشون بترسی و اجازه بدی که پیشروی کنن و جلو بیان، تا آخر عمر گرفتارشون میمونی و باید همینطوری از قدرت و ابهت کاذبشون بترسی. اما اگه یک بار بری به سمتشون و ازشون بپرسی چی میگی، چی میخوای، با من چی کار داری، از قدرتشون کم میشه و آسته آسته میرن عقب. در واقع این افکار پوشالی و شکنندن. ماییم که با بیش از حد بهشون توجه دادن بزرگتر و گنده ترشون کردیم و براشون یک ابهت جعلی ساختیم. یه راهکار خوب دیگه مواجهه رفتاری کوچیک قبل از انجام کارهای بزرگه. مثلا اگه قراره توی یک جلسه شرکت کنید و صحبت کنید و مدام این فکر آزارتون میده که اگه توی اون جلسه توپق بزنم و خراب کنم چی؟ میتونید برای یک مواجهه کوچیک مثلا یه وایس 30 ثانیه‌ای رو تمرین کنید و ضبط کنید، یا یک جمله جلوی آینه با صدای بلند بگین. ذهن بدون تجربه واقعی آرام نمیشه. بدن باید تجربه کنه تا مغز باور کنه که داره از چیزی میترسه که قرار نیست اتفاق بیفته. و در نهایت وقتی این نشخوارهای ذهنی شدید با بیخوابی‌های مزمن همراه میشن و اضطراب به حدی بزرگ میشه که عملکرد روزانه فرد رو مختل میکنه، ما به داروها روی میاریم. داروهایی که به ما کمک میکنن افکار وسواسیمون رو جمع و جور کنیم و توان نادیده گرفتن اونها رو در خودمون تقویت کنیم. داروهایی که سطح هورمون‌های ضد اضطراب رو در مغز افزایش میدن و عصایی به دستمون میدن که بتونیم دوباره بلند شیم و به مسیر زندگی با قدرت ادامه بدیم. خلاصه اینکه ذهن تو دشمن تو نیست. ذهن تو یک کودک ترسیده است که فکر میکنه باید از تو محافظت کنه، حتی با فکرهای آزاردهنده و نشخوارهای بیش از حد. نشخوار ذهنی میدان جنگ نیست. تو قرار نیست ذهنت رو شکست بدی. قرار یاد بگیری چطوری باهاش رفتار کنی، چطوری دستش رو بگیری و بهش بگی میدونم میترسی، اما الان من اینجام و کنترل اوضاع رو به دست دارم. به یاد داشته باش که آرامش یعنی توانایی انتخاب کردن اینکه کدوم فکرت رو دنبال کنی و نه خاموش کردن ذهن و افکارت، و این مهارتیه که با تمرین حتماً به دست میاد و یاد گرفتنیه. و در پایان این پادکست اگر از من به عنوان کسی که نشخوارهای ذهنی بیش از حد دارید بپرسید کدوم یکی از روش‌های غیر دارویی بیشتر جواب میدن، قاطعانه بهتون میگم مدیتیشن. روزانه 10 دقیقه مدیتیشن میتونه زندگی شما رو از این رو به اون رو کنه. امیدوارم به زودی این توانایی رو در خودت پیدا کنی که وقتی ذهن بیش فعال شد کنترل فرمون رو ازش پس بگیری و یادت باشه که بزرگترین درمان نشخوارهای ذهنی حس کردنه و نه فکر کردن. اگر تا پایان این پادکست با من همراه بودین
لطفاً ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید تا این ویدیو به دست افراد بیشتری که بهش احتیاج دارن برسه. از اینکه در انتشار آگاهی با من همراهید از شما متشکرم.